گوگلی بچه‌ها امروز برامون یه دونه قلب آوردن که ما باید بریم عملش بکنیم و خب این مورد واقعا خوراک خودمه. آقا شما هم ببینید آموزشیه، واقعا خیلی نکات مفیدی داخلش شده. در مرحله اول قلبو بندازید تو بشقاب. مرحله دوم یه مقداری خاصه و باید با ظرافت انجام بشه. شما باید قلبو بگیرید، این دستتون هم چاقو باشه و یا علی مدد. میزان سوراخایی که ایجاد میکنید به خودتون بستگی داره، هر چقدر دوست داشتید. آقا به به، قلبه واقعا داره جون میگیره. یا علی تکون خورد. آقا انقدر اسپری میزنی تا دیگه خون ازش نپاشه، بعدش اینو میندازی اونور. ما یه دونه آدرنالین نیاز داریم به اضافه یه دونه آدرنالین فروکن. این اردک هم گوگلیه، اگه خواستید بذاریدش کنارتون. بعدش میبینید که آدرنالینا که فکر نکنم البته آدرنالین باشن میان داخلش، اینو پرت میکنیم اونور، قلبو میگیریم و یا علی مدد. آقا قرارمون این نبود، این قلبه معلوم نیست چش، احساس میکنم زنده است. نگاه کنید داره تکون میخوره. وایسا، اینجا ما باید به قلبه شوک بدیم بچه‌ها، به خاطر این میزتون رو خالی کنید. بشقابرم بده، بعدش داخلش بریم نظریمون رو بگیریم و یا علی مدد باید شوک بدیم. آقا با شمارش من 1 2 3 لایکو بزن، ساب بکن. ای والا آقا خداییش خیلی خوب نوشتم، ساب کن. مرحله بعد دوباره 1 2 3 بزن. ای والا سالم شد، سالم شد. دیدی چی کار کردم عباس؟ دیدی بچه‌ها مرحله زیاد داره، اگه دوست داشتید لایکو بزنید، بعدش من میرم. عباس تونستی.